مرداد سال 93 مرد کشاورزی با پلیس تماس گرفت و از پیدا شدن جسد خونین یک جوان در زمین کشاورزیش خبر داد که خیلی زود تیمی از مامورها برای تحقیقات تو محل حاضر شدند و در بررسی‌های ابتدایی مشخص شد که این جوان هدف ضربات خیلی زیادی از چاقو قرار گرفته و کاملا بدن اون تکه تکه شده. تجسس‌ها ادامه داشت که یک پراید بدون سرنشین در نزدیکی اتوبان خلیج فارس پیدا شد و ماموران پی بردند که صاحب پراید همون جوون به قتل رسیده است و با توجه به مدارک شناسایی داخل خودرو فهمیدن مقتول احسان 25 سال است. پلیسا پیش خانواده مقتول رفتن و با خبر دادن مرگ پسرشون همه شوکه شدن. در ادامه ماموران اطلاع یافتن که احسان در یک آژانس کار میکرد و هیچ خصومتی با کسی نداشته و فردی بدون دردسر و ساکت بوده. ردیابی‌ها ادامه داشت تا اینکه کارگاه‌ها با خبر شدند که احسان از چندی قبل با مرد جوانی به نام مجید اختلاف حساب مالی داشتند و به این ترتیب ردیابی‌ها برای دستگیری تنها مظنون این پرونده آغاز شد. اما هیچ سرنخی از مرد جوان به دست نیامد و اصلا نتونستن بفهمن که مجید کیه و کجا. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه روز 3 آذر ماه جسد زنی جوان که به طرز هولناکی به قتل رسیده بود پیدا شد و مامورها با حضور در منطقه یافت‌آباد مشاهده کردند که گوش و بینی زن جوان بریده شده و در صحنه جرم این قسمت‌های مقتول وجود نداره و قاتل اونها رو برداشته. وی با ضربات زیاد چاقو که به گردن، سینه، شکم و پهلوهای اون فرو رفته بود به قتل رسیده. مشخصات زن جوان شناسایی شد. جسد متعلق به معصومه 23 ساله. تیم جنایی شماره تلفن معصومه رو مورد بررسی قرار داد و مشخص شد معصومه بارها و بارها با شماره تلفن همراهی در تماس بوده و مکرراً به اون زنگ زده و قضیه مشکوکه. تحقیقات در این مرحله به سمت صاحب شماره تلفن همراه کشیده شد تا اینکه صاحب خط تلفن همراه مشخص شد. او مرد جوانی به نام مجید بود. فرضیه دومین قتل از سوی مجید پررنگ شد و ردیابی‌ها به صورت ویژه و اطلاعاتی آغاز شد. روز 24 آذر 93 مجید سوار یه پراید سفید رنگ شناسایی شد و در حالی که میخواست به سر کار بره چون در آژانس کار میکرد طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. مجید فریاد میزد که من بیگناهم، چرا منو دستگیر میکنید؟ کارگاه‌ها در این بخش خونه مجید رو در شهرک اندیشه مورد بررسی قرار دادن که با یک قوطی الکل که در کابینت خونه مجید بود روبرو شدن. داخل قوطی الکل 2 گوشه بریده شده و یک بینی بود و همین کافی بود تا مجید که اصرار بر بیگناهی داشت پرده از جنایت هولناکش برداره. مجید در اعتراف به نخستین قتل گفت مدتی با احسان دوست بودم و هیچ اختلافی با هم نداشتیم تا اینکه چندی قبل احسان به من بدهکار شد و پولم رو نمیداد و چند بار از اون خواستم تا پولم رو پس بده، اما اون چنین نکرد. به همین دلیل اون رو گول زدم بیاد بیرون تا با هم حرف بزنیم و بعد اون رو در اتوبان خلیج فارس با چاقو به قتل رسوندم و گوشی تلفن همراه و پولهاش رو به سرقت بردم تا همه فکر کنن که احسان به خاطر سرقت کشته شد. مجید با خونسردی تمام درباره جزئیات قتل زن جوان نیز گفت چند هفته قبل قصد داشتم ماشینم رو بفروشم و شماره تلفنم رو پشت شیشه ماشین چسبوندم تا اینکه زن جوانی به نام نازنین با من تماس گرفت و از همون روز با هم آشنا و دوست شدیم و اون عاشق من شد. چند ماهی با هم در ارتباط بودیم تا اینکه همسرم متوجه دوستی ما شد. همسرم باردار بود. وقتی متوجه خیانتم شد با من قهر کرد و به خونه پدرش رفت. به همین خاطر من عصبانی شدم و با نازنین قرار گذاشتم و از اون خواستم تا به دوستیمون پایان بدیم، اما اون نپذیرفت و وقتی دیدم اصرار داره که دوستیمون ادامه بدیم با ضربات چاقو اون رو به قتل رسوندم. پلیس درباره بریدن گوش و بینی معصومه ازش پرسیدن که انگیزت برای این کار چی بود. مجید گفت برای اثبات وفاداری به همسرم گوش و بینی نازنین یا همون معصومه که خودش رو نازنین معرفی کرده بود رو بریدم و داخل قوطی الکل گذاشتم و به خونه پدر زنم رفتم و از اون معذرت خواستم و با هم به خونه برگشتیم. تو مسیر به اون گفتم براش یک هدیه خوب دارم و بعد از رسیدن به خونه
قوطی الکل حاوی گوش و بینی نازنین رو بهش نشون دادم و ثابت کردم که دیگه به اون خیانت نمی‌کنم. در حالی که تحقیقات از مجید ادامه داشت، همسر مجید به اداره پلیس احضار شد و از جنایت دیگر همسرش پرده برداشت. اون گفت چندی قبل مجید با یک ضبط خودرو و 2 گوشی تلفن همراه به خونه برگشته و گفته اینا متعلق به یکی از دوستاشه و دست اون امانته. تا اینکه تصویر پسر جوانی را روی بک‌گراند یکی از گوشی‌ها دیدم و به شدت شوکه شدم. چون چند روز قبل عکس این پسر رو وقتی از خیابان عبور می‌کردم روی یک هجله دیدم و از اهالی محل شنیدم این پسر جوان به قتل رسیده و وسایلش به سرقت رفته و قاتلش هم فراریه. در این مدت سکوت کردم و با کسی حرف نزدم، حتی مجید، چون از همسرم میترسیدم، تا اینکه فهمیدم مرتکب 2 قتل دیگه شده و بازداشت شده. احتمالاً این پسر جوان را هم همسر من به قتل رسوند. مجید بار دیگه هدف بازجویی قرار گرفت و وقتی خود رو در برابر مدارک پلیس دید به ناچار به جنایتش اعتراف کرد. قاتل سریالی در این مرحله به صندلی خودش تکیه داد و با خونسردی تمام به مامورا گفت بله من کشتمش. با اصغر هم اختلاف مالی داشتم و به همین دلیل اون رو به قتل رسوندم و وسایل داخل خودرو و تلفن همراهش رو به سرقت بردم و فکر نمی کردم این جنایت ها روزی فاش بشه و به نظرم خیلی جالبه که فاش شد. اعترافات هولناک این قاتل خونسرد کافی بود. او روز 23 بهمن سال 95 در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار گرفت. در ابتدا خانواده 3 قربانی این جنایت هولناک درخواست قصاص برای مجید داشتند. مجید قبلا هم به دلیل درگیری، تجاوز، دزدی و غیره زندان رفته بود. سپس مجید در جایگاه قرار گرفت و به قتل 2 مرد و 1 زن اعتراف کرد. این قاتل سریالی اونقدر خونسرد و راحت درباره قتل ها صحبت میکرد که گویا کاری انجام نداده و جالب این که در پایان دادگاه از قضات و خانواده اولیای دم خواست که اون رو به خاطر فرزند 2 سالش ببخشند تا اون بدون پدر بزرگ نشه و در ادامه ادعای عجیبی رو پیش روی دادگاه قرار داد و گفت نمیدونستم مجازات قتل هایی که انجام دادن قصاص بوده. در پایان این دادگاه قاضی پرونده مجید رو که زمان قتل 25 سال داشت برای این 3 پرونده به 3 بار قصاص، 3 سال زندان، 74 ضرب شلاق به خاطر سرقت از احسان و 74 ضرب شلاق به دلیل سرقت از اصغر، 99 ضرب شلاق به دلیل رابطه پنهانی با نازنین و پرداخت دیه به خاطر جنایت محکوم کرد و این حکم در شعبه 47 دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت و مجید در صف انتظار برای اعدام موند. مجید پس از 4 سال انتظار که در زندان بود، سحرگاه روز 4شنبه 23 مرداد پای چوبه دار رفت و مقام قضایی که همراه اولیای دم در زندان حضور داشت پس از خوندن حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری دستور اجرای حکم رو صادر کرد و پرونده این قاتل سریالی با طناب دار بسته شد. و اما تحلیل روانشناسی مجید. اغلب قاتلانی مثل مجید اظهار می‌کنند که از قبل برنامه‌ای برای قتل آن افراد نداشتند و فقط قصدشان ترساندن یا تهدید مقتول بوده. اما به دلیل بالا رفتن آستانه خشم و کاهش تحمل این افراد بین آنها معمولاً نزاع و درگیری شدیدی رخ می‌دهد و ناخواسته فرد به قتل می‌رسد. این افراد معمولاً در دوران کودکی تنبیه بدنی شدید شده و حس انتقام گیری از جامعه همواره با آنها بوده است و روشی غیر از انتقام گرفتن رو یاد نگرفتند. این افراد خیلی زود دچار خشم آنی می‌شوند و نمی‌توانند روش دیگری را برای اصلاح روابطشان با فرد مقتول به کار گیرند. این افراد خیلی زود دچار خشم آنی می‌شوند و نمی‌توانند روش دیگری را به کار بگیرند. در چنین شرایطی معمولاً با استفاده از اسلحه سرد اغلب درگیر می‌شوند و فرد را از پای در می‌آورند. عمدتاً این افراد در خانواده‌هایی رشد کردند که توجه عاطفی کمی دریافت کردند و همواره برای برآورده شدن خواسته‌های خودشون با جواب‌های منفی و داد و فریاد مواجه شدند. آنها اغلب در دوران تحصیل ناموفق بودند و دچار طرد اجتماعی شدند. این افراد الگوی مناسبی برای حل مشکلات خود جز درگیری و خشونت تجربه نکردند
و عمدتاً شاهد درگیری شدید اعضای خانواده در دوران کودکی بودند. مجموعه این عوامل وضعیت دشواری را از نظر تربیتی برای قاتلان فراهم کرده است که سبب می شود به راحتی در بزرگسالی رفتارهای خشن از خود بروز دهند و قتل را تجربه کنند. به خاطر 1,600,000 تومان احسان به قتل رسید. به خاطر 2 باند ماشین اصغر هم به قتل رسید و به دلیل یک عشق کورکورانه معصومه قربانی شد. بیشتر به تربیت بچه‌ها اهمیت بدید.